بشین سر جات. چی شده؟ چی شده؟ بشین سر جات حرف نزن. اسم پدر؟ علی اکبر. من باید برای شما دعایی بنویسم. عرضم به حضور شما اسفند در 4 زاویه خانه، سرکه 7 ساله، سم بز این را بدهید به این مرد که دیر میستاده، آب مقدس به شما میدهد. یک طلسمی هست باید روی رانهای شما نوشته شود و اطراف ناف شما. لطفاً آماده بشوید که من برای شما اینو بنویسم. تکون نخور. بشین سر جات. چی شده؟ چی شده؟ بشین سر جات حرف نزن. بزن اینجا چرا می‌خوای تو؟ نگهبان کی هستی؟ نگهبان افتاد. بشین سر جات تکون نخور. دست بالا. دست بالا سریع هرچی معلومی کس با دقت جمع کنید با احتیاط. صحبت نکن آقا، صحبت نکن.